شب خوابیدم، صبح پا شدم با 2 چیز آشنا شدم. رضا شاه شاه شد. 6 ماه بعد رضا شاه خاطراتش رو نوشت که من توسط یکی از صوفیان به قدرت رسیدم، وگرنه نه سواد سیاسی داشتم و نه میخواستم شاه شم، من میخواستم جمهوری باشم، مثلا نمیخواستم شاه باشم. من به زور شاه کردم. شاه شد. شاهزادگان قاجار که ژنشون تپونده بودن پادشاهی رو بهشون رفتن. مشروطه به 4 قسمت تقسیم شد که یکیش مریم رجوی هنوز در بدن. الان هم همون موقع است. الان هم ژن جدید پادشاهی خواهد آمد. الان هم همون موقع است. الان هم ژن جدید پادشاهی خواهد آمد.